آی نزن جونم نزن تو چرا این فارسی حرف میزنی؟ داداش من خبرنگارم اومدم دست منو وا کن دستم وا کن دستم درد میکنه. آی پاشو بسر دمت گرم خدا خیرت بده. تو این شرایط جنگی واقعا همین مونده بود که آخری ویدیو میگیری الان بابا ایس داداش میخوای ویدیو نگیری الان یه دسته بذار بریم نه واسه چنل یوتیوبمه داداش تو یوتیوبری اومدی اینجا ویدیو بگیری خب من نمیبینی وضعیت جنگو داداش پول مهمتره جنگ جهانیه بابا همه دارن هم کشورها همه دارن میزنن همه رو چه جنگ پول کجا الان کی میگیرم واسه بعد جنگ بگی میخوای دستم به من برو داداش میخوای بیا دستم به من برو ولش کن نمیخوام نه اسیر میشه به خدا میام میگیرن تا الان از اسیرای بدبخت بیچاره فیلم میگیرم من آها دست درد نکنه دمت گرم تازه اینم آوردم مصاحبه میکنم باشون چه حسی داری آزاد شدی اسمت چی بود شما اول اسم نام خدا سلام من محمد تونرو هستم شبیخون به ما زدن منو اسیر کردن من اومدم نشستم اینجا دیگه دستام بستن رفتن بعد دیگه یکی از خبرنگارای عزیز اومد ما رو نجات داد دستشون درد نکنه امین هستم تو استعدادی داری با چاقو میتونی کتیو بزنی من مثلا چاقوم من این همه مدت تفنگ دستم بود چرا ازم نگرفتن آجی توشم گوله است بریم یکی رو با چاقو بزنیم ببین محمد تو میخوای بلاک بگیری